کشوری که قوی ترین ارتش جهان رو داره اما هرگز نمی جنگه. کمترین میزان تصادفات رانندگی در دنیا متعلق به سوئده و ایمن ترین خودروهای جهان یعنی ولوو در این کشور ساخته شده. استکهلم پایتخت سوئد یکی از زیباترین شهرهای جهانه که روی 14 جزیره متصل به هم قرار گرفته. سوئد اولین کشور دنیاست که نظام آموزشی و درمانی در اون مجانیه و همینطور اولین کشوریه که کتک زدن کودکان رو ممنوع اعلام کرده و این کار طبق قانون جرم تلقی میشه. تو خیابان‌های سوئد دوربین‌های گذاشتن و به راننده‌های قانونمند جوایز نقدی میدن. پولش هم از جریمه رانندگان متخلف تامین میشه. تو سوئد برای تامین گرما و برق از سوزوندن زباله‌ها استفاده میشه. سوئد رتبه اول بازیافت زباله در دنیاست. جالبه بدونید بزرگترین وارد کننده زباله در دنیا هم سوئده. و اینکه 2/3 از زمین‌های سوئد رو جنگل‌های همیشه سبز تشکیل میده و یکی از پاکترین و سالمترین آب و هواهای